کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان به جای جواب دادن به سالهای رده آزادی در مورد ثبت نام ناظران بین المللی و رسانه‌های مستقل خارجی، این رسانه را آگاه کرد که حق بازتاب دادن انتخابات پارلمانی 2 مارس را ندارد. طور معلوم شد نه تنها رده آزادی بلکه تقریبا هیچ رسانه مستقل داخلی و بین المللی به استثنای چند رسانه روسی و رسانه‌های دولتی برای انعکاس انتخابات ثبت نام هم نشدند. مدیر مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان خورشید عطاالله میگوید ایام شده است که رسانه‌ها توان بازتاب انتخابات را ندارند. انتخابات واقعا یک معرکه مهمی سیاسی است که در آن باید رسانه‌نگاران فعال باشند. ولی مثلا شخصا ما به یک شرایطی رسیدیم که هر یک گزیته که داریم 1 نفر کارمند دارد. ما نمیتونیم با 1 نفر کارمند به این کار بند کنیم و کاری چاپ و آماده کردن گزیته 1 سوماند. تعداد دیگری از مسئولان رسانه‌های مستقل داخلی نیز در صحبت‌های بدون ثبت گفتند که انتخابات امسال چندان گرم نیست و کرای توجه نمی‌کند، در حالی که شرکت خبرنگاران مستقل و ناظران غربی یک نوع ضمانت قانونی و شفاف گذشتن انتخابات و بازگو شدن حقیقت‌های آن دانسته می‌شود. بعضی نامزدها از رد شدن آنها نگران نیستند. بیاد نبیام فرقش چی مسئله داخلی. من مثلا ما برآمد کردیم، من بگانی وجود دیدم که از فیسبوک پهن کردن اخبارات های انتخابات با واسطه استفاده شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است. ناظران دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسانی سازمان امنیت همکاری اروپا نیز با بهانه مهلت ثبت نام از مشاهده انتخابات پارلمانی تاجیکستان دست کشیدند. حقوقشناس جمشید یاروف میگوید در تمام دنیا اکریدیتاسیون شدن رسانه‌ها در زمان انتخابات برای ترتیب کار است، نه به معنای پیدا کردن حق انعکاس کردن روند انتخابات. اگر در دیگر دولت‌ها اکریدیتاسیون این یک راه، یک اینسترومنتی کفالتی شفاف گذراندن انتخابات باشد، ولی در تاجیکستان ما مکانیزمی فشار به ژورنالیستان و محدود کردن آزادی سخن هست. پس از اعلان استقلال در تاجیکستان بار ششم است که انتخابات پارلمانی برگزار می شود. به استثنای ناظران اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان همکاری‌های شانگهای، ناظران دیگری بین المللی تا کنون یگان انتخابات تاجیکستان را شفاف ندانستند. در انتخابات پارلمانی 2 مارس سال 2025 برای 63 کرسی پارلمان 68 نامزد از حوزه یگانه عمومی جمهوریوی و 152 نامزد از حوزه‌های یک مندتی مبارزه می‌برند. حالا اکثر کرسی‌های پارلمان در اختیار حزب حاکم خلقی دموکراتی با رهبری امام علی رحمان قرار دارد. انتظار می‌رود این وضع تغییر نخواهد کرد.